دختر جون، این مال کیه؟ 3 شب پیش. با توجه به اتفاقاتی که و اعتراض مسالمت‌آمیز ما توسط نیروهای امنیتی به آشوب کشیده شد. چقدر قربون صدقه قد بالای دخترت رفتن؟ بعد تا آخر عمرش بشین و بخوره. بده؟ نمیدونی مامانت کجاست؟ نه اتفاقی افتاده؟ خب حتما گوشیش خاموشه، اگه خیلی کار واجبه بخونه. شما اینجا چی کار میکنید؟ من پیش تو این خونه یه چیزایی دیدم که کلاً ذهنمو به هم ریخته. اینجا افتاده بود رو تخت. شما از کجا فهمیدین جسد یه زنه؟ خب معلوم میشه دیگه. مگه به این سادگی میشه کسی رو برد دادگاه؟ ادله باید درست و کامل باشه. چی کار میشه کرد؟ با همه اینا میخوای در بیفتی؟ تو سر پیاز یا ته پیاز؟ من شاهدم. یه خونه 100 متری هم داشتیم، سر همین بازی از چنگمون در آوردن. اینا که تو ماشین نشستن آشناتون ها؟ این سولت کیه که همتون پشتش وایستادین؟ امشب هم برو بشین تو خونه اون بیانیه رو یه بار دیگه بخون. نامرد! من نمیتونم ساکت باشم. خوب فکراتو بکن. برای آخرین بار بهتون میگم